فطری روزه دادن به زن بی شوهر بی خانه صاحب فرزند روا است؟ سوال دادند و به همین گونه مانند سوال ها بسیار است. کی میتواند فطری روزه دهد؟ زنی که شوهر ندارد نه؟ شوهر ندارد، صاحب فرزند است و خانه هم ندارد. اینجا اگه نقش بازی نمیکنه. بعضی انسان ها میلیونر هستن خانه ندارن، در اجاره میشینن. خانه را هیچ جا در مردم ما اساس خانه حساب میکنن. فقیرهای ما خانه دارن، بایهای عربستان خانه ندارد، در اجاره به دنیا آمده است، از در اجاره از دنیا میگذره. خانه یگان نقش اساسی بازی نمیکند برادرای عزیز. خلاصه اگر زن محتاج باشد، فقیر یا مسکین باشد، بله صدقه فطر داده میشد، فقط به شرطی که نمازخوان باشد، دیندار باشد. برای آنکه این ارکان اسلام صدقه فطر جزئی روزه است، زکات همسایه نماز است. اینا به آن آدم هایی که پایبند دین مقدس اسلام هستند، خدمت به این دین مقدس اسلام میکنن، به آنها داده میشود. شاید معنای این سوال کمی دیگرتر باشد یا اینکه از دیگر جانب هم شده نشه ممکن، چون بسیاری ها این گونه سوال هم دادند. یعنی که میگن که آیا من میتوانم که فطری روزه را دهم حال آنکه من فقیر هستم، کم بغل هستم؟ بله بله. به این گونه اگر از روز عید برای خودتان و اهل و عائله‌تان میرسیدگی طعام یک شبانه روز، برای یک شبانه روز کفایه طعام جدا کنید و اضافگی داشته باشید، صدقه فطر دهید. برای اینکه این زکات صدقه فطر فقط به پولدارها نیست، این زکات ماه مبارک رمضان است، تا اینکه گناه ها و خطایی هایی که در رمضان از شما صادر شد به سبب این صدقه عفو شود و روزی شما بی نقصان به درگاه الله سبحانه و تعالی قبول گردد. فطر روزه رو به پدر شوهرم روان کردم، از روسیه قبول است یا نه؟ اگر مال خودتان باشد به پدر شوهرش برای اینکه پدری شوهر پدری شما نیست، اما شوهرتان نمیتونه به پدرش داده، شما نمیتونه به پدری خودتان داده، اما به پدری شوهرتان میتونید اگر مال خودتان باشد، مال شوهرتان نباشد. اما پدر شوهر اگر مثلا به قطار فقیر و مسکین داخل نشود چه؟ نه، مقصد اگر پدرش سزاوار زکات باشد، سزاوار گرفتن صدقه فطر باشد، همه شرط ها در او یافت می شود، پدری شوهرش یعنی همسر میتواند فرستاند به شرطی که پولی خودش باشد یا پولی دوگانه هایش رو جمع کرده باشد، میتواند فرستاند. اما پولی شوهرش گرفته به پدری شوهرش حیله نکند که مثلا من برای پدرم دادنم اجازت نه، من تو ته نه، نمیشد. خود فریب کنی است. بله.